سلام علیکم دوستان پادپیچیکا و غیر از پادپیچیکا و هر کسی که در این لحظه و نوار ما را تماشا میکنه. امیدوار هستم که سربلند صحتمند خانه آباد هستی و من هم برای هر یک شما همین آرزو را دارم. امروز درباره ای از سرگذشت خودم و فرزندم گپ میزنم. خب حاضر میایم سری گپ. میگن که در دنیا از همه ملت دوناترین این ملت جهود است. یوری به حساب میروه و یوری چه خیلی گودکش تربیه میکنه. میگن که گودکش یوری هیچ وقت نمیزنه، هیچ وقت گپی درشت قبیح دغل نمیگش و هر کاری که کنه میگه اگر وای مانع سری روحی اون نمیشوه. خب گودک نمیزنه و ایلو فقط در سه لحظه در سه حالت میگه گودکش میزنه. این حالت ها کدوم حالت ها است؟ میگه اگر گودک کاری را انجام میده که بر سلامتی اون گودک ضرر داشته باشه اون لحظه میزننش. خب دیم لحظه میگه وقتی که خواندن به گردن گرفت میزننش. سیم حالتی که میگه اگر نسبتی کلانسالو به حرمتی کرد در این حالت هم میزننش. یعنی سه حالت میگه میزننش. اگر همین هم به گردن نگرفت گپ گوش نکرد میزننش. خب دیگر کارهایی که هر کاری که میکنه میگه برعکس او را دستگیری میکنن. او تو ملدست، تو میتونی، تو خوب، بهترین، اعلا بکن. اگر چنده که به همون کارا قدرت توانایی نداره اما دستگیریش میکنه و گپای خوب میگنش که پسیخولوژیش ویرون نکنه. به همین خاطر گودکا اونو تربیه میوان و گودکای اونو دونو میان. ما چیکار میکنیم؟ ما گودکامونو اگر کاری را که بخواهند که بکنیم نکن، یکی در پاد میزنی، نکن یکی میشکنیش، نکن یکی همو هوی میخره در یگون آدم میزنه. مثلا همه خیلی گپو داریم. یا اینکه اگر یک خطا که کردک میگیریم خمچکه میزنیم، سیاه و کبودش میکنیم، بعد گپوی بابگو سر میشود. تا بمبری آدم نمیشه، تا بمبری اگر برای هیچی نمیشه، ای دستی تو هیچی نمیویه، تا یک حیوانی خری بفراسد انا همین گپو. این گپو گودک یک چیره ایتون نبره که او بیجدنی میگن، ارسو اعتقاد میگن. گودک به گپی کلانسال وقتی که در تو باور داره، تو پدرش هستی، مادرش هستی، بیبیش هستی، بابوش هستی، وقتی که او کودک به تو باور داره و تو یگانه آدمی هستی که از پشتی همون فرزند هستی و دفاع میکنی، همون فرزندت برای روز تربیتش میکنی، او کودک به تو باور داره، مهر داره. وقتی که تو میگه پورا گفتیش وای او وجدانی میکنه، اعتقادش به همین مستحکم میشوه. او پدر من گفته هیچ نمیشه، تو آدم نمیشه، تو هیچ دست نمیاد. به همین خاطر عادت میکنه. گودک عاقبت هیچی نمیشوه و بعد در هر کاری که زدیمش سری رخش گرفتیم گودک شستی گودک میگرده دیگه به هر کار دست نمیزنه. بعدن آواره و سرگردون میگرده. بچه من 4 ساله بود تخمینا، نمیدونم یعنی 3 ساله یا 4 ساله بود. ای خونمون تنگه دزدید لچش کردم، بود دزدید لچش کردم. تخمینا همین کار 4 بار یا که 3 بار 4 بار تکرار یافت. او همین کارا کرد من زدم، او همین کارا کرد من زدم. دیدم نمیشوه، گودک نمیبره اگر قگه بزنمش. این دفعه چیکارش کردم؟ اومدم خونه در اومدم که کوچهش گفت با همین کارا کرد. بعد گفتم خیلی بکشیمش دیگه نمیشوش. فیرودش کردم، بغلش کردم، مچکش کردم، گفتم که بچه جان این کارت کاری خوب نیست، این کاری دزدیه. هر چی که تو میگوی من میارم کو برای تو. در حقیقت می آوردم، هر چی که درخواست میکردن می آوردم. شون میخورم با عادت کرد به همین کاری. بعد هر وقتی که زدمش با همین کارا تکرار کرد. بعدن آغوش کردم، بوسش کردم، نوازشش کردم، گفتم بچه این کاری خوب نیست، کاری بد است. اینا هر لحظه بترم میارم تنگه گوی میتیم دو برای چی دزدی میکنی؟ نه که این کارا این پلوی منن، مثلا این کار ناخوبه. همین گپورا گفتم الحمدلله خوزی نمیکنه دیگه. عموما یگان تنگم گم نشید. یک حالت دیگریش همین بود که کرده گفتم اذیت کن، میزدمش، حقارتش میکردم، تهدیدش میکردم، اذیت نمیکرد. بعدم به گپ خوب گفتمش. تو 5 کرده بزوری بزدن اذیت کرد، همون هم پرنه. بعدم به خوبی گفتمش، تعریفش کردم.
در حالی که این کودک در صنف او صنف یک در صنف یکیش نی باید که نه مکتب نرفته باید خوندن نوشتن کارد ازیاد کنند کودک بدونه تو مکتب رویشه بعدا تعریفش کردم مالدیت صنف یک خوب اعلا گفتم بعد ازیاد کرد خودش به خودش تعریفش کردم هوا گرفت یعنی که چخیل بوم عموما خوشحال شد هوا گرفت بعد ازیاد کرد به همین خودی برادرو بسیاری وقت فرزندو را همه وقت زدن پسیخولوژیش و ویران کردن داد نزنه همین فیل که از همه گویم که حیوان قوی عظیم جوسه و بزرگ است که میتونه که هر یک پریپیاتستی میگن هر یک مشکلی که سری راهش بگیره میتونه که همون با آسانی رد کنه و بگذره در آب هم شنا میکنه در گرمی هم در خشکی هم در همه حالت تاباور است فیل نیکی نگاه کنه که همین ایمای دهکیش میگیره انسان تربیه میکنه بعدا دیگر فیل بزرگ عظیم جوشه میشه فقط به فرمانی همین انسان ای اگر برن در جنگل هم هوش ایدن به همین انسان میاد زیرا که او دیگه اعتقاد کرده گه به همین آدم وقتی که میدهک میبرن در یک کلیدکا محکمش میکنن دو سه بار میزنه ایسو خچکی زورش نمیرسه کلیدکا رو ویران کنه ببرویا دیگه به همون اعتقاد میکنه در بین آدمو که میگردن میگه او زندگی همین بده است ایدن به همین آدم گشتن میگیره بعد اعتقاد میگه اگر کلون کشید میتونه که همون در جایی که نباشم جرا ویران کنه جزیر کنه ببرویا بره و به یک جنگل مثل راحت آزاد بگرده از بس که انسان تربیهش کردگی محکمش کردگی در کلیدکا دو سه بار زدگی در میدکیش که میبینه که نمیشوه او اعتقاد کرد که نمیشوه این کار میگیم که انا غیر امکانه ویران کردن این کلیدکا و برمدن رفتن به همین خاطر اعتقادی او به همین میشینه انسان گودک هم که باشه ای گودکیش اعتقادش به هر گپای دغل درشت ناجوکی اعتقاد کرد همون خیلی گودک کلون میشه و همون را انتظار باشه شما سگ هم یک حیوانی هست که فرقیتی سگ بین انسان بین اما انسان یک بار نه دو بار نه سه بار نه 10 بار نه یک روز نه 2 روز نه 10 روز نه 100 روز یک ماه 2 ماه همین سگ میگه پارش میتیاست یک کار میفرماش سگ انجام داد یک قندش میتیه یک من یک چی میتیش که سگ به گپ همون کنه اوستا سگ میفهمه دیگه به همین خاطر کودک‌ها را بسیاری بد نزنه و به گپ‌های خوب عادت بکننشون تربیهشون بکنه برای خوندن برای حال بسیاری انسان ها میگه شما که میخونن چی میشون برادر خوندن همین دولت‌های ترقی کرده پیشرفته روی دنیا همه اینا عالما هن همین عالما به پیش میبرن آدمیزاد به سواد به عقل کار پیش نمیتونه برده خوندن چیزی مهمه چیزی خوبه باید بخونی اگر خوندن که او قدر مهم نمیبود مکتب نمیسوختن اونیورسیتت گویم که میدینیستود و میدوچیلیش این چیزا را نمیسوختن همه انسان هایی که بگیم موفق شدگی هن اینا خوندگی هن دولت هایی که پیشرفته هن اینا خوندگی هن با سواد هن با فهم هن برای همین اگر هیچی نشید بخود چمیشه و یا چیران یا چه میفهمه برای همین برای نخوندن شو فرزنداتون سختگیری کنین بمونین بخونن تا 18 سالگیش گودک فقط کارش خوندن ای برادرو آواره‌گردی نیست گودک دیگه کار نداره ایدستی او کار نمیآید تو 18 سالگی فورا خود تربیهش میکنی میخونی میپشونیش و همین خاطر ای همه بهترش بمون وقت صرف نکنه برای بخونه هیچی هم که نشید بخونه خونده بتونه خونده و نوشته و حساب و حساب خوب بگیم که یک ارائه به فرق کنه برای همین خداوند همه ما را انصاف توفیق ده و فرزندای همه ما را هدایت کنه و همه ما را موفق سربلند آبرومند بسازه خداوند همتون نگهدار باشه اگر در کانال ما پادپیسات نکرده باشه پادپیسات کنه کانال ما را دستگیری کنه ابونه شوی خواهش میکنیم بازم سلامت سربلند باشه